در واقع عمار مکان قومی از جنها محسوب میشن که از جنگ و ستیزهای بسیار زیاد دنیای خودشون خسته شدن و به دنبال آرامش میگردند. باید بدونید که در هر خانه‌ای تعدادی از این عمار مکان به راحتی پیدا میشن، اما جای نگرانی نیست، چون عمار مکان در اغلب اوقات هیچ گونه خطری برای انسان‌ها ندارد و دقیقاً مثل ما انسان‌ها اما در پرده دیگر و در کنار ما در حال زندگی هستند. علاوه بر این عمار مکان در تمام خانه‌ها وجود دارند و در واقع خانه‌ای که دارای عمار مکان نباشه اصطلاحاً دچار مشکل میشه، چرا که این موجودات هیچ گونه آسیبی به انسان‌ها نمی‌زنند و زمانی که این موجودات در خانه‌ای وجود نداشته باشند جایگزین اونها موجودات منفی خواهد شد. در واقع سبک زندگی ما انسان‌ها و عمارین مکان به شکلی هست که به نوعی نمی‌تونیم جدا از همدیگه زندگی بکنیم. دقیقاً مثل دو قطب و دو روی سکه هستیم که در کنار همدیگه و در بعد سوم و چهارم با فاصله یک پرده بسیار باریک در کنار همدیگه در حال زندگی هستیم. همچنین بهتره بدونید که عمارین مکان دقیقاً مثل انسان‌ها دارای اعتقادات متفاوتی هستند، دارای مذاهب و ادیان متفاوتی هستند و با صلح کامل در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند. بسیار به ندرت پیش میاد که یک انسان بتونه عمارین مکان خونش رو ببینه و یا حتی متوجه حضور اونها بشه. در واقع عمار مکان به نوعی در کنار ما زندگی میکنن که ما حتی از وجود اونها هم آگاهی نداریم. پس به هیچ عنوان جای ترس و نگرانی نیست، چرا که این موجودات دوستان ماورایی انسانها تلقی میشن.